اینطور شروع میکنم. چطوری خوشگلای من؟ خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه. امروز میخوایم بریم که بابامو بدبخت کنیم. به خدا باید بنویسی مردم خیلی سم بود. من اصلا نمیدونم این حجم از بوی بد از کجا میاد. گناه هم دارن واقعا. جایی ندارم برم. نمیدونم فکر کنم که قرار سگ دو عالم گلای رومانی میخوام درست کنم. روماناش به اندازه پرش خورده است. باید کلش رو بگیرم امروز تموم کنم، یعنی فندک بزنم حالت بدم. اگه این کار نکنم سگ دو عالم. انقدر درست کردم، انقدر دیگه بمونه است. حالا من نه بذار این دوتا انگشتم اصلا حس میکنم بی‌حس شده از بس سوزوندمش. کم مونده آبسه کنه مثلا چی شه اصلا. دیگه خسته شدم. ول کن. سگ حیوان قشنگی، من عاشق سگام. اشکال نداره اگه سگ شدم. نگاه کنی من الان اومدم گلاب بافی و چی کردم، باز کردم الان بهتون نشون میدم. الان برای چی میگم چیز رو اعصابیه؟ حلقه جادو یه چیزیه که باز بگیری ببندیش، یعنی سرتر بافتو بگیری نخشو بکشی که این حلقه جادویی بسته بشه، کاموا بسته بشه. اینو میگیری و نخ پایینش نباید آقا کات بشه، چون بافت باز میشه به مرور زمان. الان ببین نباید انقدر راحت چی بشه. 130 تومن تا 150 تومن پول میگیری. خب یه چیز درست حسابی بزنین بدین دست مردم دیگه. خرس خوردم دارم عصبی میشم دیگه. مغز من رد داده، من دیگه نمیکشم. واقعا داره جاهای قشنگی میره، ولی شنیدم غمگینه، آخرش بد تموم میشه. اسپویل نکنین، خودم میخونم باز میفهمم، ولی شنیدم غمگینه، مثلا آخرش آدم خیلی غمگین میشه. آقا من نمیدونم، تابستون داره، گرما داره کم کم میره رو به سرما، یعنی داره تابستون کم کم تموم میشه الان دیگه. آخرای مردادیم، شهریور دیگه کم کم خنک میشه. هنوزم آدمایی میان که بوی سگ میدن. آقا خیلی، یعنی میاد داخل مغازه چرخ میده، چرخ میزنه میره بیرون. بعد اون این یه تیکه بو میده، اون ور مغازه بو میده. یعنی یه بوی هستش که انگار از خودش و انگار دیدی عطر میزنه یا پخش میشه بوش. بوی عرق میگم حالم بد میشه. بو رو اینجوری پخش میکنن، این خالی شده. یعنی هر کی میره ما یه فسفاس بزنیم دیگه. ما خسته. چرا اینقدر مردم کثیفن؟ آقا ما سال چندیم؟ مگه امکانات نیست؟ مگه حموم نداری؟ لنگ شامپویی، لنگ نمیدونم صابونی، لنگ آبی. حالا لنگ آب و برق هستیم، حالا اینا کار ندارم. میتونی آقا هفته یک بار شده بری که یکی میاد انگار 100 سال حموم نرفته. آقا کارتون خواب آدمای عادی هم دیدم میتونن مثلا کارتون خواب. خب ما میگیم آقا مثلا به خاطر شرایطشه حموم نمیره، چون سمت کروندی کارتون خواب زیاده. خب آقا اینطوریه، ولی آدمهای عادی هم هستن که بوی گن میدن. دوستان عزیز رعایت کنید، آقا زشته دیگه. چه برقا از ساعت 12:30 تا الان رفته. الان ساعت 1:30. ساعت تقریبا 2 برق میاد دیگه. معمولا 2 ساعت برق میاد، الان ساعت 2 باز برق بیاد، یعنی نیم ساعت دیگه باز برق بیاد. حالا ساعت من رو برعکس حساب کن، من بلد نیستم، الان اعصاب ندارم نشون بدم. بعد در رو باز گذاشتیم چون الان کولر خاموشه دیگه، داخل خفه میشه، مثلا فضا انگار خفه میشه. در رو باز گذاشتیم که باد را در رو داشته باشه. و اینجا هم سمت جاده است دیگه، ماشین میره، انقدر سر و صدای ماشینای سنگی، هی پس چس
اتوبوس وای میسم پس. بعد این یکی راه میره اون میگه چس. اینقدر سر صدا میاد روانی شدم. نگاه کنی این الان یه دونه از این نمیدونم پاستیله چیه، اصلا ظاهرش رو دوست نداشتم، اصلا دلم هم نمیخواد امتحانش کنم. یه ظاهر انگار حال به هم زنه. نمیدونم ولی تا جایی که دیدم بعد از بلاگرا واه چقدر صدا میده، بعد از بلاگرا خوردن میگن خوشمزه نیست. اول من بیسکویت ها رو نشون بدم، یکی اینه واقعا خوشمزه است دوستش دارم، یکی هم اینه خیلی خوشمزه است، اینا هم خیلی خوشمزه، آخ مخصوصا این، یعنی این عشق اول و آخر منه. بعد دیگه این بیسکویت ها هم خیلی خوشمزن با اینا. مثلا اگه خواستین بیسکویت مسکویت بخرین اینا خوشمزن. بعد یه ژله های اومده که تو آبه، نمیدونم دیدین تو گوشی خیلی ترند شده از اینا. بعد هیچ وقت نسبت بهش کنجکاو نبودم که بخوام امتحانش کنم بخورمش، نمیدونم چرا همچین حسی نسبت بهش نداشتم. خیلی هم هستن دوستش دارن آقا میخورم ولی من انگار دوستش ندارم. انبش هست، پرتقالشه. باز چی داریم اینجا که بخش لواسکاست، اینجا هم لپ لپ و اینا. اینجا هم یه دونه است. اینجا یه دونه فکر کنم چیه اسم این رامنه، نه داخل چی بود ناروتو میخورد این فکر کنم رامنه. این رشته هاست اینم تخم مرغشه، برعکس کنم مشخصه. نه تخم مرغش بدون زردیه. یعنی چی؟ یعنی برای آدمایی که رژیم دارن مناسبه، یعنی فقط سفیدیه تخم مرغ توشه. اگه رژیم داری خوبه مناسبه. نه کنی هرچی میگذره تاریک و تاریک‌تر میشه. من نمیدونم امروز هوا ابریه چطوریه که انگار نور نیست. البته بهتر چون برقم نداریم، ابری باشه بهتره، آفتاب نمیزنه گرم نمیشه. بعد اینکه براتون سواله که من چرا الان خوراکی نمیخورم و این چیزا. خبر بعد اینه که معده درد دارم، یه چند وقتی از بس چرت و پرت خوردم معدم درد میگیره و از خواب بیدار میشم همیشه دهنم تلخه و دهنم یه جوریه. معدم خلاصه به تخم رفته. واسه همین از موقعی که اومدم تا الان یه دونه بیسکویت بیشتر نخوردم. تخم مرغ خوردیم با مامانم و اینا. تصمیم گرفتم دیگه نخورم، از بس میخورم دیگه واقعا معدم داره دچار مشکل میشه. یه جوری هم که اصلا حوصله بافتنی الان ندارم و اینکه میرم خونه بافتنی میکنم. الان واقعا حوصله بافتنی ندارم. بافتنی باید یه چیزی باشه که حسش بیاد ببافی، اینجوری نمیشه هر موقع دلت خواست ببافی. یه جوس دارم نه ای بابا، تو دوربین مشخصه واقعیت با چقدر سایه چشم ببینی، سایه جدید خریدم. بعد اینکه سایه چشم براقب شو واسه تو میمیرم عقب شو. اینجوری چشم لوچ میشه پلک بزنم بلکن. تخمه ها و با بادام زمینی ها رسیده، الان دارم بسته بندی میکنم. بسته 150 تومن. اسکناس ریال میشه. خب الان یه دونه پلاستیک برمی‌داریم باز میکنیم، تخمه میریزیم توش، میذاریم ترازو وزن میکنیم و بعد میگیریم میچیم. تخمه ها و بادام زمینی ها اینطوری بسته بندی کنیم. حالا بریم سویچکار برای بهتون نشون بدم. انگار که شما تخمه ندارید، فقط ما تخمه داریم. سیگارای ما رو میبینیم، چیزایی که من چیدم. خلاصه اینجا میذاریم مشتری بیاد ببینه. الان تقریبا یه 2 ساعتی گذشته، 4:10 است. مامانم با بابام رفتن که آب معدنی، آب میوه، اون چیز پیزا بخرن با پنیر و اینا. تو این 1 ساعت 2 ساعته من مغازم. بعدش مامانم میاد میریم خونه که شام درست کنیم شام بخوریم دیگه. بعدش بگیرم بخوابم. احتمالاً فرداش اصلا نمیدونم فرداش چی کارم. برنامه مشخصی ندارم، یا خیاطی میکنم یا بافتنی میکنم یا چه میدونم کتاب میخونم. کلا روند زندگیم همینه. مدارس تعطیل میشه روند زندگیم همینه. سریال میبینم، تو گوشی میچرخم. کلا لایف استایلم همینه. لایف استایل خاصی ندارم. بعد اینکه الان من رئیس مغازم، میتونم همه کار بکنم، همه چی الان میتونم بدزدم. بعد اینکه الان از بس مغازه بودم و من آزاد بودم، من الان چشم و دل سیرم. شاید باورتون نشه، جدی دارم میگم، اینو خود چوسی بیام. الان اجازه دارم بخورم ولی نمیخورم. یعنی دلم نمیخواد که بخورم، یعنی هستا من دلم نمیخواد بخورم، یعنی تمایلی به خوردنش دلم نمیخواد اینو بخورم. اینجوریم نمیدونم چرا. خلاصه دیگه آره. بعد من نمیخوام سگ بشم که تو این مدت که اینا بیان سعی میکنم اینو تموم کنم. ظاهر نگاه میکنین که روبانش کمه ولی واقعا خیلی سخته و سخت اینو فندک زدن، حرارت دادن، واقعا درست کردنش سخته.
بله دیگه، ظاهر نگاه میکنین کمه، ولی فکر کن روبانا همه رو هم گذاشته شده انقدر شده ضخامتش. حالا خود روبان مثلا ضخامتش چقدر، این کمتر از ناخون من. خلاصه تو میدین دیگه، الکی نه زیاد حرف نزنم. خلاصه اون کردم 2 3 تا دونه مونده، یکم کتاب بخونم تا تموم شه. خب ما اومدیم خونه، وسایل یعنی مواد لازانیا رو درست کردیم و امشب لازانیا داریم. من با هم درست کردیم. فقط مونده که این ورق لازانیا هست، نمیدونم چی اسمش که، ولی حالا لابلاش بذاریم اینجوری. فقط این مونده دیگه، لابلاش بذاریم و بذاریم تو که بعد خیلی اصلا نمیدونم، این میکروفون خیلی رو اعصابه، صداش خیلی ضعیفه و اینکه هیچی دیگه فعلا با این سرماخه. حالا خدا رو شکر اینو دارم. خب بعد اصلا خارج از میکروفون من تون صدام خیلی بلنده، خیلی بلند صحبت میکنم. کلا مازندرانی ها همینن، تون صداشون خیلی بلنده. بعد بعضی اوقات انقدر میخوام یه داستانی رو تعریف کنم، انقدر بلند حرف میزنم و داد و بیداد میکنم، بعدش انگار گلوم درد میگیره. اینجوریم. بعد نمیدونم گوشی من چه مرزی، من نمیدونم گوشی یا طبیعیه. و الان اون کسایی که آیفون هم دارن، یوتیوبرایی که گوشی های خوبم دارن، بازم از میکروفون استفاده میکنن، چون که خب کیفیت صدا میبر بالا. بعد من گفتم خب به خاطر همینه. الان مثلا چی نباشه، میکروفون نباشه، ویدیوهای اولمو دید آقا من هر چی داد و بیداد میکنم بازم انگار صدا بد میاد. مثلا یه سری حرفا انگار شنیده نمیشه، مثلا باید خیلی داد بزنم که مثلا خیلی شفاف و قشنگ بشنوین صدامو، و این خیلی رو اعصابه. نه امیدوارم در آینده یه چیزی ساخته بشه که مثلا آرومم حرف میزنی صدا بلند بکن. مثلا من اینجا حرف میزنم صدا بلند بشه. آره دیگه خلاصه من خستم دیگه، خوابم میادش. بعدش دیگه همینش دیگه. بعدش لازانیا درست میکنیم، شاممون رو میخوریم. حالا تا شام آماده بشه من تلاشمو میکنم کله عروس دریایی که برنامه داشتم ببافم و میبافم. الان یه حس حال بافتنی اومده. حالا شاید رفتم سر وقت، شایدم نرفتم، رفتم گوشی موشی چرخیدم. من انسان چیزی هم که ثبات خاصی نداره، یعنی ممکنه هر کاری بکنم، ممکنه این کار نه هیچ. بعد اینکه من تا یه جاهایی از این داستان سال بلوا رو خوندم، کتابش انگار یه طوریه که خیلی مفهومیه. باید خیلی فوکوس بکنی، خیلی مثلا تمرکز کنی روش که مثلا یه سری چیزا آقا بفهمی. من انگار همچین مثلا یه کتابی نیست سرسری بخونم یه چیزی بفهمم، باید خیلی تمرکز کنم. رو مغازه هم انقدر سر صداست، مشتری میرفت میومد که آدم نمیتونه قشنگ تمرکز کنه، حس بگیره. برای اینکه امشب بشینم مثلا مغازه یه چیزایی خوندم، انگار یه چیزایی فقط یادمه، دقیقا نمیدونم کتاب مفهوم حرف کتاب چی بود. بعد حالا تا جایی که خوندم و تعریف میکنم، نه اسپویل میشه. حالا تا جایی که من خوندم خوشم اومد، به نظرم کتاب باحالیه، حالا ارزش خریدن داره. خب دیگه بخش مورد علاقه من رسید، خوابیدم. الان قشنگ شام خوردم، آدم سیر میشه، شکمش پر میشه، خوابش میگیره. و ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. نمیدونم چی بگم، ستون دارم، مراقب خودتون باشین. ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدار.